بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من بناء الأفعال. إنك ما درس خضر دوام دهم از كتاب بناء الأفعال در فني صرف. قال المصنف رحمه الله: وستة منها لملحق دحرج. الباب الأول: فوعل يفوعل فوعلة وفيعالا، موزونه حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا، وعلامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف بزيادة الواو بين الفاء والعين، وبناؤه للازم فقط نحو حوقل زید. اکنون مصنف می فرماید و 6 تای دیگر، یعنی 6 ابواب و 6 باب دیگر هست که منها ای من تلك 35 یعنی از همان 35 باب 6 باب دیگر هست که وایها رو میگن برای ملحق دحرجه. یعنی مراد از دحرجه گفتنش برای ملحق رباعی هم میگوین. همون درس گذاشتیم که 1 تا باب داشت رباعی مجرد، با در برابر همون یعنی هم باب او 6 باب دیگر هست که اینها را علاوه به دحرجه میگوین، یا که علاوه بر باب رباعی مجرد میگوین. فهمیدید؟ خب یعنی اینها نیز عبارت از 4 حرف می باشند، فقط در برابر یکی از همون حرفای 4گانه یگون حرفی زیادتی پیدا می شود. همون حرفی زیادتی فقط در درون کلمه می باشد، در اول نه. برای مثال نگاه کنید، باب 1 فوعل یفوعل فوعلة و فیعالا گفت. فهمیدید؟ اگر اهمیت دادگی باشه در برابر فوعین لام واو زیاد شده ایستاده است. مراد از در برابر گفتن یعنی که در داخل همون در قوت. الباب الاول یعنی باب 1 از همون 6 باب چی بوده است؟ فوعل یفوعل فوعلة و فیعالا. هموز این موزون حوقل یحوقل حوقلة و حیقالا. خب و علامته، علامت این باب از چه عبارت است؟ ان یکون ماضیه على 4 احرف، یعنی فعل ماضیش عبارت از 4 حرف می باشد. 3 تای از اونها اصلی است و 1 تا زیادتی است، زیرا که حوقله را در اصل حقله میگویند، بعد از آن او را حوقله کردند. بزیادت الواو بین الفاء والعین، با علاوه شدن واو در بین فا و عین همین باب. و بناؤه للازم فقط، یعنی بنای این باب فقط برای چی بوده است؟ برای لازم، یعنی مفعول طلب نبوده است، گفته است محتاج به مفعول نبوده است، فقط فعل فاعل میگویند. تمام. برای مثال نحو حوقل زید. حوقل زید، معنای حوقله یعنی حوقله بسیار معنی دارد. یکی از اون معناهاش همین است که وقتی میگوین حوقل زید ای حریمه،
حریم زید پیر شد. یا که حوقل زیدون ضعوف زید، یعنی زید چی شد؟ ضعیف شد. او کبیره، یعنی حوقل زید کلانسال شد. و فتر عن الجماع، از خفت و خیز کردن ضعیف شد. فهمیدید؟ این است یعنی بابی، از رقم های ترتیب بگیریم، بابی 20 همین بوده است. میفرماید الباب الثانی، بابی دویم، فیعل یفیعل فیعلة و فیعالا، موزونه بیطر یبیطر بیطرة و بیطارا، وعلامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف بزيادة الياء بين الفاء والعين، وبناؤه للتعدية فقط، نحو بيطر زيد القلم أي شقه. باب دویم از 6 ملحقات، یعنی از ملحقهای دحرجه، باب دویمش چی بود است؟ فیعل یفیعل فیعلة و فیعالا بود است. این مانند همون باب، فقط به جای واو یا آمده ایستاده است. موزونه هم وزن این باب، دیگر مثال ها، دیگر فعل ها، بیطر یبیطر بیطرة و بیطارا می باشد. و علامت این باب ان یکون ماضیه، فعل ماضی او، على 4 احرف، عبارت از 4 حرف می باشد. مانندی گفتیم بیطره، در اصل این بطره بود، بعد از آن چی شد؟ بیطره شد. بزیادت الیاء بین الفاء والعین، با علاوه شدنی یا در میان فا و عین. و بناؤه للتعدیه فقط، یعنی عکس باب یکمش بود است. و ساخت این باب برای چه؟ مفعول طلب بود است، فقط برای فعلهای بود است که و یا مفعول طلب. برای مثال بیطر زید القلم، گفت است که ای یعنی شقه، او را شکست، یعنی زید قلم رو چکو کرد؟ پاره کرد. فهمیدید؟ بیطر فعل، زیدون فاعل شده ایستاده است، القلم مفعول به. معلوم شده است که بیطر از فعلهای مفعول طلب بوده است. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا، و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.